سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. در ادامه تمرینات آموزش همنوازی برای بچه‌هایی که اولین بار ویدیو دف رو می‌بینن عرض کنم که این ویدیوها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که تمرینات کتاب رو زدن، رسیدیم به اینجا که حالا همنوازی کنیم با آهنگ‌های مختلف که بچه‌ها درخواست کرده بودن زمان. اگر که آهنگ چیزی هم هست شما دوست دارین بفرستین برامون که باهاش براتون همنوازی کنیم. تو ویدیو قبلی عرض کردم، تو این ویدیو هم میگم، امیدوارم که خسته کننده نباشه براتون. هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچیکی به اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. از ما درخواست کردن، ما اطاعت امر کردیم. وگرنه هیچ گونه خدای نکرده ادعای پشت هیچ گونه از این فیلم وجود نداره. با آهنگ ای آمان میزنیم و اینکه طبق توضیحی که تو ویدیوهای قبلی دادم بازم اینجا عرض میکنم که اولین کاری که انجام بدیم باید سرضرب اون آهنگ رو پیدا کنیم که تو ویدیوی قبلی توضیح دادم، یکی از راههای ساده شد. و اینکه حالا اینجا با هم دیگه میزنیم، اول سرضرباش رو پیدا میکنیم، بعد شروع میکنیم با هم دیگه شمردن. یکی از ریتمایی که تو کتاب و اینکه تو تمرین قبلی زدیم رو انتخاب میکنیم، باهاش میزنیم. باز تعریف ساده از سرضرب، ساده ترین تعریف سرضرب اونجا که همه باهاش شروع میکنن درست پا زدن، دست زدن. سعی کنید شما باهاش پا بزنید. این میشه سرضرب. همه با هم درست شروع میکنن دست زدن، حتی اونایی که موسیقی بلد نیستن. که 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یه ریتم ساده انتخاب میکنیم که باهاش بزنیم. ساده ترین ریتم میتونه همون توم بک چپ توم بک باشه. توم بک چپ توم بک. شماره 1 توم، شماره 2 بک چپ، شماره 3 دوباره توم، شماره 4 هم بک. پس شد توم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این میخوایم باهاش زدن. صدا رو یکم دیگه بیشتر میکنم که توی فیلم درست بیاد. 1 2 3 4 میتونیم یه بار با توم شروع کنیم، یه بار با بک، یعنی توم بک چپ توم بک 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 چپ توم بک. توم بک چپ توم بک 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 چپ توم بک. پس یه بار با توم شروع میشه، یه بار با بک. میتونیم الان جای بک آخر ریز بذاریم، یعنی بشه توم بک چپ توم ریز. تو شماره 4 ریز بذاریم. 1 2 3 4 1 2 3 4 تمرین کنیم. 2 3 4. تغییر دیگه میتونیم بزنیم. بک چپ توم بک بک چپ بک چپ توم بک. تو شماره 1 توم چپ، تو شماره 2 بک چپ، تو شماره 3 توم، شماره 4 هم بک توم چپ بک چپ توم بک.
کارتای بعدی 1 بک چپ توم بک 1 2 3 4 1 2 3 4 بک چپ توم بک چپ توم بک 1 2 3 4 حالا شماره 3 مون هم میتونیم دوتایی کنیم. توی شماره 3 به جای یه دونه توم 2 تا توم بزنیم. توم چپ بک چپ توم بک چپ توم بک توم چپ بک چپ توم بک چپ توم بک 1 2 3 4 1 2 3 4 خب موزیک امتحان کنیم 3 4 عرض کنم زدم نسخه میکنم پس میشه توم ریز بک چپ بک 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 معطل 1 2 3 4 یه ریتم منسجمی درست کنین. حالا تکرارش دست خودتونه، هر کدومو که خاصی میتونین بیشتر یا کمتر تکرار کنین. بازم عرض میکنم که این ویدیوها به درخواست اون دوستانی بوده که دسترسی معلم کلاس ندارن، موزیکاشون رو فرستادن، ما هم اطاعت هم کردیم، وگرنه واقعا هیچ گونه ادعایی خدای نکرده وجود نداره. امیدوارم که تونسته باشیم کمک خیلی 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 کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم. اگر که سوالی رو بود با شماره تلفنی اول ویدیو یا موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیریم. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.